ترانه‌ای شناخته استرادای توجک شبنم سورایو در کانال رسمیش در یوتیوب ترانه خود را با نام بیزن دوتورا نشر کرده است. این ترانه با وجود اون که در فرمات MP3 یعنی تنها صدا ثبت شده است و کلیپ ندارد و تنها با دو عکس شبنم زینت داده شده است، در بین 18 روز علاقه بیش از 1,000,000 نفر تماشا کردند و سرعت بلند شدنش به زینه‌های معروفیت بیانگر اون است که بیژن دوتورا با آهنگ شوخ، نوای دوتور و متن سبکش میتوان به یکی از ترانه‌های پرتماشابین شبنم سورایو تبدیل یابد. طوری به نظر میرسد شبنم سورایو در ترانه‌های اخیرش به سبک اول خود برمیگردد. شبنم در اول سالهای 2000 با همین سبک نزدیک به ترانه‌های خلقی وارد صحنه استرادا شده بود. 3 ماه پیش او ترانه را با نام رمانتیکی نیز در هوای آهنگ مردمی و در سبک دوره جوانیش که اون وقت او بیشتر ترانه‌های خلقی را میسرای اجرا کرده بود. این ترانه را در کانال شبنم در یوتیوب 1,500,000 نفر تماشا کردند. شبنم سورایو از آن آوازخوان‌های تاجیک است که در بین زادگان افغانستان و ایران نیز از محبوبیت زیادی برخوردار می باشد. اکثریت ترانه‌های او خیلی زود و آسان در اینترنت مرز 1,000,000 تماشابین را طی می کنند و چند ترانه‌اش مرز 5 و حتی 10,000,000 تماشابین را هم پشت سر گذاشتند. شبنم سورایو 14 اکتبر سال 1981 در شهر کولا به دنیا آمده است. مادر او سورایو قاسمووا و یک خواهر دیگرش فرزانه خورشید نیز از آوازخوان‌های شناخته تاجیکستانند. شبنم دختر دوم سورایو قاسمووا می باشد. شبنم سورایو سال 2004 پای به صحنه گذاشت و بعد شهرت جهانی پیدا کردن ترانه هنوز اول عشق است به یکی از پرطرفدارترین ستاره استرادای تاجیک تبدیل یافت. شبنم سورایو چندین سال پی هم جایزه بیگ اپل برای بهترین آوازخوان زن از تاجیکستان را به دست آورده هر سال در اروپا و آمریکا کنسرت‌ها می‌گذراند، اما در کنسرت‌های رسمی و در تلویزیون‌های دولتی تاجیکستان ترانه‌های شبنم سورایو تقریبا صدا نمی‌دهند. شبنم سورایو سال 2014 همراه خواهرانش فرزانه خورشید و بیبی روزگل و دخترش شریفمو سفر حج عمره کرده بود و بعد زیارت مکه و مدینه چند سال در صحنه با حجاب هنرنمایی میکرد. اما در عکس و کلیپ ها و کنسرت های اخیرشان شبنم و فرزانه دیگر باره با لباس های اروپایی ظاهر میشوند.